ولی این غمگین ترین ویدیو بود که من تا حالا دیدم. شما همین رو یک بار ببینید. این پسر ناوین است. شما ببینید این دختره به خاطر چی کار میکنه. ببینید حالا میرم پیش دکتر. دختر چشماشو میده به پسره. نظر شما چیه؟ واقعا کسی را که دوست دارید این کار رو به خاطرش انجام میدید؟ نظرتون رو در کامنت ها بنویسید.